سلام. امروز خدمتتون هستم با یک ویدیوی دیگه. آشپزی شادی بهجت. میخوایم یک ماکارونی خوشمزه در عرض 5 دقیقه با این مواد. ببینید عزیزان، گوشت چرخ کرده، ادویجات، فلفل دلمه خرد شده، قارچ خرد شده، رب، ماکارونی، پیازم گذاشتم داره سرخ میشه. بریم در ادامه ببینیم. خب عزیزان، پیازامون تقریبا سرخ شده، همین حد کافیه. گوشت چرخ کرده رو بهش اضافه میکنیم. زیرش رو لمون کم میکنیم. تا گوشتمون باز بشه ادویجات اضافه میکنیم. نمک و فلفل رو زرد. گوشتمون کاملا داره باز میشه. فلفل دلمه و قارچ. موادمون تفت میدیم یه مقدار، نه خیلی دیگه سرخ بشه. بعد گوشتمون با پیاز میذاریم یکم سرخ شد که شد، بعد اینا رو اضافه کردیم. در ادامه رب به موادمون اضافه میکنیم. آب هم گذاشتم جوش بیاد که ماکارونی ها رو آبکش کنم. موادمون هم در حال آماده شدنه. در ادامه ببینیم. خب ریزان آبمون جوش اومده، ماکارونی ها رو بهش اضافه میکنیم. موادمون هم داره جا میفته. ماکارونی ها جوش بیاد، یکم بپزه، بعد آب کش کنم. خب عزیزان، ببینید ماکارونی هایمون پخته. الان آب کش میکنیم. بخاری. خب آب کش کردم، آب سرد باز میکنیم. من برای زیر ماکارونی ها سیب زمینی میخوام بذارم. آماده کردم. بعد ماکارونی ها رو با موادمون لایه به لایه میریزم تو قابلمه. ببینید. خب ماکارونیمون آماده شده. بریم که سروش کنیم.